اینم از درخت ها و شکوفه های پرتقال. ببینید چقدر عالیه. اینجا هم یک گازی گذاشتن برای اینکه ماهی رو اینجا سرخ کنی که بوی ماهی تو خونه نپیچه دیگه. فقط این شکوفه های درخت پرتقال رو ببینید چقدر خوشگله، چقدر زیبا آفریده که بهش میگن شکوفه های بهار نارنج که خشک میکنن و تو چایی میریزن. و دیروز خانم راد عزیز، دوست خوشگل و عزیزم، اجازه داد و گفت اصلا باغ مال خودت، پرتقالم چیدم، گفت این بچین، شکوفه ها رو خشک کن، بذار خوش بشه. اینجا ببینین گل دخترونم، الان بارون میاد، فردا 100% این باغ پر از درختای گل دخترون میشه. هوا رو ببینید، هوا ابری و این درخت هم پرتقال مونده. خدایا شکرت، خدایا سپاسگزارم برای این همه نعمتی که دادی و واقعا بهشت رو نشون دادی. خدایا شکرت، خدایا سپاسگزارم. ببینین گلای شمدونی رو از همه رنگ قرمز، رنگ گلبهی، رنگ زرشکی، رنگ سفید. سفیدشو میبینین؟ این رنگ سفید، این رنگ صورتی، چقدر خوشگله. خدایا من گیلانم رفتم، گیلانم واقعا زیبا بود، ولی خب یه خورده به ما که تهرانیم دورتره دیگه. بعد یک مقدارم گیلانی ها یک کمی چون با ترکا قاطی شدن این مقدار عبوزترن، همچین افسردن، مثل گیلانی ها نیستن، مثل مازندرانی ها نیستن. مازندرانی ها ماشاءالله شادترن، خیلی بهترن از نظر روحی. حالا نمیدونم آب و هوا ایجاد میکنه یا اخلاقشون همین جوریه. من لب دریا رفتم، سگ منو نمیذاشتن ببرم، ولی اینقدر آدمای خوبی بودن که دیگه از یک جای یواشکی راه دادن، گفتن بغل کن برو، اصلا مشکلی هم نیست. خدایا شکرت، خدایا سپاسگزارم. اینا هم گلاشه، گل روز، گل یاس و سوری و نسترن. و اینم دختر منه، دختر خوشگل منه. نه دختر ناز منه. ببینمت، ببینم جوجو به من نگاه کن. سلام سلام، ست سلام. ببینیم روی شکوفه های پرتقال، شکوفه های